به نام خدا. سلام به NTS ریدر ها، من علیرضا هستم. امروز میخوام در رابطه با الیوت و جوری که توی NTS یه کوچولو متفاوت از تئوری الیوت استفاده میکنیم باهاتون صحبت کنم. الیوت به چه دردی میخوره؟ با الیوت میشه همچین پوزیشنایی گرفت، میشه یه سری جاها تارگت های بزرگ گذاشت، یه سری جاها میشه پوزیشن فیک تشخیص داد. و کلا اگه دستتون بیاد چجوری از الیوت استفاده کنید حتی در سطح متوسط، خیلی بهتون کمک میکنه حتی توی استراتژی های معاملاتی دیگری که وجود داره. الیوت ابزار خیلی خوبیه. الیوت اصلا چی هستش؟ یک تئوری بهش میگن تئوری الیوت، یه ساختاره دوستان. اینجا هم توی تریدینگ ویو، یعنی ببین کلا الگوی الیوت رو اینجا تریدینگ ویو گذاشته. یه دونه 5 موجی داره که حدوداً یه همچین چیزیه و این موج 5 باید اینقدر باشه و بعدش این میشه بخش اصلیش و یه دونه بخش اصلاحی داره، ساختار اصلی، و بعدش یه دونه ABC که تو بخش ساختار اصلاحی الیوت هستش. شما زمانی که آموزش های تئوری الیوت رو ببینید، کل قوانین وجود داره، از اینکه موج 1 نباید به حالا اینجا برسه، یعنی این پایان 4 و 1 نباید به اینجا برسن، از اینکه موج 3 باید بلندترین باشه، از اینکه این موج B نباید اینجا باشه، نباید اینجا باشه. کل قوانین این شکلی داره توی تئوری الیوت که ما این قوانین رو همشو اصلا کار نداریم، همشو رعایت نمی‌کنیم. اینم بگم دوستان، خیلیاتون خیلی تخصص دارید مخصوصا تو الیوت، کلی قوانین شاید اینجا گفته بشه، کلی سقف و کفا ببینی که اصلا خلاف اون قوانین باشه. درست هم هست، خیلی جاهایی که ما از الیوت استفاده میکنیم یه مقدار خلاف اون قوانین الیوته، ولی چیزیه که واسه ما جواب میده، ما زیاد سخت نمیگیریم تو این داستان. و مهمترین چیزایی که استفاده میکنیم یکیش اینه که این موج 4 پایانش به در واقع سقف 1 نرسه. این اولین بخشه. و بخش بعدی این که کلا یه همچین ساختاری وجود داشته باشه، موج 3 بلندترین موج باشه، حالا از لحاظ PP یا درصد بلندترین باشه، موج 5 انقدر نباشه که از 3 بلندتر باشه. یه تعداد کمی از قوانین رو ما استفاده میکنیم و واسه ما خیلی تو NTS خیلی قشنگ جواب میده. یه دونه مثالش که دوستان معامله خریدش رو اینجا داشتن، این خرید اینجا هستش که چرا اینجا انجام شده، چرا دقیقاً بازار از همینجا تارگتش، میبینید چقدر دقیق بود از اینجا برگشته. معامله که اینجاست، معامله آقا امین عضو تیم الیت که حالا یه کوچولو این تصویر بی‌کیفیته، ولی خرید یورو 1 دقیقه و این محدوده NTS هستش اینجا. اینم بگم دوستان، اگه با NTS آشنا نیستید، NTS استراتژی معاملاتی ماست که بیش از 3-4 سال خودم استفاده میکنم، 1-2 سالش هم اینجا دارم واسهتون ویدیو و آموزش میذارم، 221 ویدیو. و اینکه به طور عملی ساختار و تئوری و اینا رو بذاریم کنار، عملی چی هستش که تو بازار استفاده کنیم. دوستان توی این بخش که بازار اینجا بود، ما چی دیدیم که تصمیم گرفتیم اینجا خرید باز کنیم؟ الیوت داستان زیاد داره، در کل بهتره امواجش رو اصلا تو تایم بالا رصد کنید، تایم پایین یکم اشتباهه، ولی خب تایم پایین کلی ریزموج هست که ما از اونها استفاده میکنیم. گفتم که خیلی از قوانین الیوت رو اصلا زیر پا میذاریم، ولی همونا واسمون جواب میده. به عنوان مثال ما اول یه دونه 5 موجی اینجا دیدیم که رفتیم سراغ این خرید. میخوایم رصد کنیم که تو اون لحظه بازار ما چی دیدیم که خریدیم. اول یه دونه کف که داستان و ساختار اصلا از اینجا شروع میشه، بعدش یک مقداری رشد، یه دونه موج رو به پایین و یه دونه موج 3 تا اینجا. حالا ادامهش هم من میذارم، موج 4 و در نهایت موج 5. این ساختار، این تیکه‌ای که موج 2 کوچولو اینجا هستش، شاید خیلیاتون الان اصلا عصبی بشید بگید این اشتباهه، ولی چیزی که من میگم اینه که آره شما میگید اشتباه، درسته، ولی واسه ما جواب داده. این پاسخ من هستش. و حالا زمانی که این تیکه 5 موجی رو دیدیم، بعد از اون انتظار ما یک ABC هست. ببین نمیایم درجا بگیم که حالا اینجا موج 4 بوده و خودمون رو اذیت کنیم بخوایم موج 4 و 5 رو تشخیص بدیم اینجا بخریم. نه، هر جا که بشه ازش استفاده میکنیم. جوری که اینجا میشد ازش استفاده کرد، یه ABC هستش، اجازه بدید، یک A B و C رو به پایین، در واقع دیگه وارد ساختار اصلاحی برگشتی یا همون
نزولی میشیم که اینو اینطوری من اینجا واسهتون قرار میدم. زمانی که انتظار یک موج A و بعدش موج B رو داریم، اینجا نیاز به یک حمایت داریم که روی این حمایت بیایم خریدمون رو فعال کنیم دوستان، که اینجا میایم از NTS و نوار رنگیش استفاده میکنیم. چرا اوردر خرید رو نذاشتیم اینجا؟ از کجا فهمیدیم موج A اینجا به پایان میرسه و بعدش میره توی موج B؟ از اینجایی که حمایت NTS اینجاست. این حمایت NTS برای ما بسیار با ارزش هستش، اینجا برای ما بهترین حمایته و خریدمون اینجا قرار میگیره. حد ضرری که زیر این محدوده خاکستری، بالا بهش میگیم نوار رنگی یا پلات NTS. و تارگت چجوری به دست میاد؟ تارگت با کمک فیبوناچی NTS به دست میاد. آموزش رسم و همه چیزایی که درباره NTS نیاز دارید تو دیسکریپشن هست، یه بخشی هست با عنوان آموزش فیبوناچی NTS. و توی این ویدیو، این دوتا ویدیو، یک موضوعی که خیلی بهش بیشتر در واقع اهمیت دادیم و زیاد بهتون توضیح دادیم، لول 0.3 یا همون 0.3 فیبوناچی NTS هست و آموزش رسمش هم تو همون ویدیو هست. وقتی که من اینجا 0.3 یا 0.3 NTS رو به دست میارم، این مقاومت رو به من میده که در واقع اینجا هستش، این میشه مقاومت که بیایم یکم پرایس اکشنی ترکیبش کنیم. از اینجا تا این شادوه میرسه. و یه مورد دیگری که کلا تو NTS خیلی بهش اهمیت میدیم و تو فیبوناچی هم همینطور، وقتی یه محدوده داریم، ببین محدوده ما اینجا سطح 0.3 تا سطح 4,414 NTS هست، میایم حد وسطش رو علامت میزنیم. حد وسطش یه جای بسیار خوبیه و حد وسطش میبینید این خط هستش، حد وسط. در کنارش این شادو پرایس اکشنی، این محدوده پرایس اکشن هم میتونه یک کوچولو در کنار حد وسط استفاده بشه. و اینم بگم حالا 0.3 اینجا بود دیگه، این مقاومت 0.3. دوستان واسه تارگت خودشون تو لایو بازار بودن دستی بستن فکر میکنم، و زمانی که اولین کندل نزولی دیده میشه و همچنین یک کندل خیلی خوب، ببین مستقیم بدون حتی یک کندل استراحت تا تارگت رفته و جایی که دیگه آخرین کندل روی مقاومت ما بسته میشه، اون میشه تارگت ما. که حالا این یک کوچولو تارگت بیشتر بود، تارگت بیشتر نبود، حد ضرر یه جور دیگه بود. حد ضرر اینجوری بود که دوستان اینجا 4 رو گرفته بودن. حالا اصلا پایان موجه زیاد مهم نیست، اینکه دقیقاً 4 آر بگیریم زیاد مهم نیست، 2 آرش هم بگیری خودش کافی هست، 2.5 آرش هم بگیری کافیه. ولی چیزی که اصل این ویدیو بود اینه که ما چجوری از این الیوته استفاده میکنیم. بعدش میرسیم به مقاومت، در صورتی که مقاومت‌های NTSC داشته باشیم که اینجا سطح 0.3 رو داشتیم دوستان، اون میانگینه رو داشتیم که اینجا این خط سبز هستش. اینجا میشه وارد معامله فروش شد که دیگه دوستان اون رو باز نکرده بودن، چون دیگه تارگت روزانه تاچ میشه، از اونجا بیشتر رو ترید نمی کنیم. ولی همچین مقاومت هایی میتونن برای ما شروع موج سی باشن و بریم توی پوزیشن فروش. حالا وقتی که بازار اصلا اینجا هستش، خود همینجا هم میتونه یه ABC باشه و اصلا میشه گفت که اینجا هم یه ABC بوده. اینجا دوستان زیاد 5 موجی نمیشه رسم کرد، ولی این نکته رو خوب شد اینجا میتونم بهتون بگم. خیلی جاها واسه بخشای نزولی ما این ABC رو بدون داشتن 5 موجی ازش استفاده میکنیم. یعنی کلا یه ABC یا یه حرکت این شکلی چه رو به بالا چه رو به پایین رو تو ذهنمون داریم که همین ABC این شکلی هست. حالا وقتی اینجا سقف دیده میشه، باز حمایت ما این حمایت NTS و انتظار ما یه انتظار شبیه به شبیه به ABC هستش و خود این میتونه یه معامله خرید باشه که البته این ساعت 2 بوده، خارج از تایم ترید ما هست، فکر کنم به همین خاطر ندیده بودمش. و بعدش هم حالا دیگه ادامه داستان. حالا زمانی که این سناریو چیدن خیلی مهمه، زمانی ما اینجا یه دونه انتظار ABC داریم، یک انتظار و یه دونه پیش بینی دیگه هم هست. پیش بینی دوم چیه؟ دقیقاً همینه که این بیاد واسه خودش تبدیل به یک 5 موجی بشه. و اینجا داستان چی میشه واسه ما؟ میشه 2 تا مقاومت و 2 سناریو که یا این ABC به این شکله و از اینجا وارد موج C میشه، یا اینکه از اینجا
مستقیم میره بالا و مستقیم میره توی موج 5ش و یه دونه مقاومت و تاییدیه اون بالا پیدا میکنیم، اون بالا فروشمون رو باز میکنیم. یعنی سناریو چیدن رو اینطوری انجام میدیم. و همین اینجا یه دلیل این که دوستان این فروش رو باز نکردن اینه که بجز این سناریوی ABC یه سناریوی دیگه هم هست که ما اصلا 1 تا 5 رو اشتباه تشخیص داده باشیم، یا اصلا الیوت اینجا جواب نده، یا حالا هر چیز دیگری و بازار بخواد اینجا بره بالا، یک سقف جدید یا اصلا یه موج 5 جدید یا یه موج جدید رو اینجا تشکیل بده و ما اون بالاتر حالا اونجا بریم سراغ یه ABC. از این سناریوها زیاده و یه دونه فروش میتونه اینجا بذاریم، یه فروش هم یه جای بالاتر. حالا اینکه مقاومت ها چجوری به دست میاد، تاییدیه ها چجوری به دست میاد، توی این دوتا ویدئویی که اینجا روی تصویر میان به طور کامل بهتون توضیح دادیم دوستان. برای کسانی که نیاز به سرمایه ترید دارن، یک فرصتی وجود داره، یه مبلغی رو واسه انجام یه سری معاملات توی کریپتو در اختیار افراد قرار میدن که توضیحاتش توی دیسکریپشن این ویدیو هستش. میتونید یه مبلغی به دست بیارید برای ترید، یه مبلغ سرمایه تریدی که رایگان هستش. دوستان خیلی ممنون از شما که تا اینجا با من همراه بودید. ممنون میشم نظرتون رو با ما به اشتراک بذارید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.